کردیم. حالا امروز ما در خانه کفشی میکنیم. هم هوا تازه. اگر مرغ را 2 مرتبه همیشه اگر سخری باشد سخری نباشد آرد قطی میکنیم. 2 مرتبه به تخم میزنیم. Нашли больше больше кефши напоишь и جبات خانگی برای خوش کفشی مرحبا برای شامشام خودمون تیار کردیم. میتونید با کفشی نرویدیم در خانه تیار کردیم.